سلام دوستان، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید دوباره به یک ویدیو جذاب و پرکاربرد از سری مجموعه انگلیسی در سطح مقدماتی. من جنید امیرزاده هستم و اینجا ایزی ویدی انگلیش چنل هستش. ویدیو امروز ما راجع به سیمپل پاست یا زمان گذشته ساده هستش. ویدیو جالبیه، ویدیو پرکاربردی. حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید و یادتون نره که دکمه لایک، سابسکرایب و اگر نظری پیشنهادی دارین توی کامنت برام بنویسین و حتما اگر که شما دکمه زنگوله رو فشار بدین همیشه جزء اولین کسایی هستید که وقتی ویدیو جدید میذارم میتونید تماشا کنید. So let's go for learning. Simple past یا گذشته ساده برای بیان کاری که در گذشته انجام شده و در زمان مشخصی انجام شده. یعنی یک کاری که در گذشته و در یک زمان مشخصی انجام شده بهش میگیم simple past یا گذشته ساده. بریم با همدیگه به ساختارش رو ببینیم چه جوری استفاده میشه، کجا میتونیم استفاده کنیم و چه قیدهایی داره که میتونیم ازشون به عنوان اشاره کردن به یک زمان، به یک تایم در گذشته استفاده کنیم. با من تا انتهای ویدیو همراه باشین و توضیحات کاملش رو بهتون میدم. ساختار زمان گذشته ساده به این صورت: فاعل، شکل گذشته فعل به علاوه مفعول. دقت کنید، فاعل، شکل گذشته فعل. ما یک ویدیو راجع به افعال با قاعده و افعال بی قاعده و اینکه یک فعل رو چجوری میتونیم به شکل گذشته در بیاریم و چه قیدهایی بخوایم به گذشته تبدیل کنیم چیکار میکنیم، چه فعلهایی چیکار میکنیم، چجوری به شکل گذشته تبدیل میشه و کدوم ها برای تبدیل کردن به شکل گذشتهشون کلا جزء افعال با قاعده و افعال بی قاعده میشه که یک ویدیو من درست کردم و میتونید برید تماشا کنید که حتما توی سیمپل پاست خیلی پرکاربرد و استفاده داره. پس چی شد؟ ساختار سیمپل پاست ما: فاعل، شکل گذشته فعل به علاوه مفعول. رایج ترین قیدها در زمان گذشته قیدهایی که بهش اشاره میکنیم مربوط به زمان میشه، بهش اشاره میکنیم توی مثلا هفته گذشته، سال گذشته، دیروز، دیشب. اینا قیدهای رایج ترین قیدهایی که در سیمپل پاست استفاده میشه با هم دیگه میخونیم و یاد میگیریم. yesterday یعنی دیروز. last week هفته گذشته. last night دیشب. last month ماه گذشته. last year سال گذشته. اینا رایج ترین قیدهاییه که در زمان گذشته استفاده میشه. دوستان دقت کنید، اینجا یه پوینت داریم، من اینجا اس گذاشتم کانترکشنش کردم که فقط یه اشاره بهش بکنم. در زمان حال ضمایر فاعلی سوم شخص مفرد ما اسم میگیره. یعنی وقتی می‌خواستیم فعل ما اسم می‌گرفت، یعنی اشاره به سوم شخص مفرد که بود، با عنوان مثال میگفتیم he worked نمیگفتیم he works every day، اون هر روز کار میکنه. he go to works every day، اون هر روز به سر کار میره. ولی در زمان گذشته دیگه اس نمیگیره، اس اضافه شده به جمع ما، به فعل ما پاک میشه یا کلا استفاده نمیشه. اینو دقت کنید، یادتون باشه حتما. من تو این قسمت از تخته براتون چند تا مثال آوردم تا بهتر براتون جا بیفته. خب I watched a movie last night. I watched a movie last night. I watched a movie last night. من دیشب یک فیلم تماشا کردم. I washed my clothes yesterday. I washed شکل گذشته I washed my clothes yesterday. من دیروز لباسامو شستم. They went trip last week. They went trip last week. آنها هفته گذشته به سفر رفتن. She bought فعل از فعل buy میاد، شکل گذشته فعل buy میشه. She bought a car last month. اون خانوم ماه گذشته یک ماشین خرید. His father died last year. His father died last year. پدر اون سال گذشته فوت کرد. We cleaned our room
yesterday. We cleaned our room yesterday. You sailed your car last week. You sailed your car last week. تو ماشینت رو هفته گذشته فروخت. We changed our room last month. We changed. دقت کنید اینجا میشه فاعل، بعد میشه شکل گذشته فعل ما، اینجا میشه مفعول ما. Our home میشه مفعول. We changed our home last month. با ماه گذشته خونه خود را یا منزل خود را عوض کردیم. I saw see شکل ساده فعل میشه. saw شکل گذشته فعل دیدن. I saw him yesterday. من دیروز او را دیدم. این بود ویدیو ما امروز ما راجع به سیمپل پاست بود یا شکل گذشته ساده. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. من یک ویدیو راجع به چجوری شکل گذشته ساده یا گذشته ساده رو به منفی تبدیل کنی یا به سوالی تبدیل کنی حتما در آینده براتون میذارم که حتما پرکاربرده و میتونید استفاده کنید و این حتما لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و امیدوارم که لذت کامل از این ویدیو برده باشین. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. Thank you very much. See you later. کشادقم بود.